به یزدان که گرم آخرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان گرامی و ویژه هموطنان عزیزم. امیدوارم ایام به کام، دلهایتان روشن و پر از امید باشد. چند وقت است دوستان زیادی سوالاتی درباره ویزاهای استرالیا پرسیدن و چون حجم از سوالات زیاد بود و امکان پاسخگویی از طریق تلفن و پیام نبود، پس لازم دیدم که این ویدیو رو بسازم تا چند نوع ویزای استرالیا رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم. خب البته ویزاهای زیادی برای ورود و اقامت به استرالیا هست، اما هر کدام از این ویزاها شرایط، مزایا و البته محدودیت‌های خاصی خودش را داره و چند نوع ویزا را هم برای مهاجرین عزیز افغانستانی معرفی خواهم کرد. پس تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. خب لازم اول از همه عذرخواهی کنم به خاطر صدای خشدار بنده، به خاطر سرماخوردگی هست که این زمانا استرالیا خصوصا ویکتوریا رو فرا گرفته. خب اولین ویزای رو خدمت شما عزیزان دوست دارم معرفی کنم. ویزای بشر دوستانه هست و ویزای CSP هست، ویزای پارتنر یا ویزای همسر هست، ویزای والدین هست، ویزای بیزینس هست، ویزای دانشجویی هست و ویزای توریست یا ویزیتر ویزا. خب از همین ویزا شروع میکنیم. به طور خلاصه من این ویزاها رو خدمت شما عزیزان معرفی میکنم، بعد هم برمیگردیم به ویزای بشر دوستانه و CSP که از این مهمترین ویزاها هست. خب ویزیتر ویزا انواع و اقسام مختلفی داره. شما از 3 ماه تا 6 ماه تا 12 ماه میتونید اینجا اقامت داشته باشید و هزینه البته هم داره که شما لازمه در نظر بگیرید. ویزای دانشجویی هست. خب ویزای دانشجویی مختص دانشجویان دانشگاه نیست. دوستان عزیز توجه داشته باشید که شما میتونید از سن 6 سالگی به بالا میتونید ویزای دانشجویی استرالیا رو درخواست بکنید. البته انواع و اقسام مختلف ویزای دانشجویی هست و شرایط‌های مختلفی هم هست. این نوع ویزاها رو شما لازمه حتما با وکلای مهاجرت مشورت کنید. خب ویزای بعدی ویزای بیزنس هست. اینم چندین نوع ویزا برای بیزنس وجود داره و حتی شما میتونید تا 5 سال یا بیشتر اینجا زندگی کنید و البته هزینه هم دارد که شما لازمه توجه داشته باشین. و البته یکی از ویزاهای بیزنس ویزاهای سرمایه گذاری هست که شما میتونید داخل استرالیا سرمایه گذاری کنید و ویزا یا اقامت بگیرید. ویزای بعدی ویزای والدین هست. دوستان عزیز خصوصا مهاجرین عزیز افغانستانی توجه داشته باشین. شما میتوانین پدر مادرتون را برای اقامت به استرالیا درخواست بدین. ویزاهای کوتاه مدت و ویزاهای دائمی. البته اگر اطلاعات خودتون کافی هست در این باره که هیچ، وگرنه لازمه که با وکلای مهاجرت مشورت کنید. این خیلی مهمه تا اشتباه نکنید. ویزای بعدی ویزای پارتنر هست یا ویزای همسر. خب این ویزا یک از طرفین باید داخل استرالیا باشه تا بتونه این ویزاها رو درخواست بده. البته هزینه های هم داره که شما لازمه در نظر بگیرید. یه چیزی حدودی 10,000 شما یا بیشتر در نظر داشته باشید. خب برمیگردیم به ویزای کامیونیتی ساپورت پروگرام یا CSP. این یکی از سریع ترین ویزاها هست، البته بعد از ویزای پارتنر و البته خیلی هم پرخرج و پرهزینه. شرایط خاصی هم داره
که شما لازم در نظر بگیرید، یک از شرایط آن که خیلی هم مهمه، شما باید خارج از کشور خودتان زندگی کنید. اگر افغانستانی هستید باید خارج از افغانستان زندگی کنید، یا ایران و پاکستان. و شرایط دیگه‌ای که داره اینه که شما باید نشان بدین که شما در کشور خودتان نمیتوانید زندگی کنید. خب شرط بعدی اینه که شما لازمه کسی را داخل استرالیا داشته باشین که شما را ضمانت بکنه وقتی داخل استرالیا میشین، شما کار بدن، و کسی هم شما را حمایت کنه وقتی استرالیا آمدین دیگه سرگردان نباشین، جایی برای خواب داشته باشین و پولی هم برای لقمه نانی. خب سازمان هایی که شما رو میتونه همکاری بکنه، این چند سازمان هست و به صورت کلی در سراسر استرالیا کار میکنه. این دوتا هم مختصی نیو ساوت ولز، ویکتوریا یکی، کوینزلند هم یکی، دوتا هم در ساوت استرالیا. متوجه باشین دوستان عزیز که این سایت ها همیشه، این سازمان ها سایت هایشان همیشه باز نیست و شما لازمه که همه کاراتون رو آماده بکنید. وقتی این سایت ها باز شد بعد درخواست بدید. خب اگر خواستین با وکلای مهاجرت مشورت کنین، توجه داشته باشین که با هر کسی مشورت نکنین، گولی هر کسی رو نخورید، مطمئن شین طرف واقعیه، پولایتون رو بالا نکشه. یه وقتی هم پول از دست بدین و پول اگر از دست دادین هیچ کاری دیگه هم نمیشه. توجه داشته باشین شما لازم نیست همه پولا رو از اول بدین، اینا به صورت مرحله به مرحله هست. شروع کار با مبلغ کوچک شروع میشه، یعنی اگر یک کسی آمد بگو 5000 بدین، متوجه باشین که اون حتما داره یک کاسه زیر نیم کاسه هست. خب حالا ببینیم اینا چقدر خرج داره و چقدر هزینه داره. خیلی ساده و واضح این دیاگرام نشون میده. یک نفر حدود 21,000 دلار، 30,000 دو نفره، یک خانواده 4 نفره حدود 45,000 و یک خانواده 6 نفره 59,000. شما هزینه های هم دیگر هست که لازم در نظر بگیریم که حدود 60,000 شما برای خانواده 6 نفره در نظر بگیریم. البته توجه داشته باشین اگر تعداد نفرات زیادی دارین که بالای 18 ساله، اینا هر کدام ضامن لازم داره برای کار، برای هزینه اولیه ورود به موقع وارد استرالیا شدین. و اینم یکی از سازمان هایی هست که توضیح داده درباره هزینه و مرحله به مرحله درخواست و تا زمان صدور ویزا. یعنی شروع کار ایمز از 275 دلار شروع میشه برای شروع کار. بعد البته بعضی از مبالغ اصلا قابل برگشت نیست، یعنی شما یه مبلغ رو پرداخت میکنین و بعضی از اونها قابل برگشت هست. اگر ویزا صادر نشد به شما برمیگردونه، ولی بعضی از ویزاها، بعضی از مبالغ امکان برگشت نیست. خیلی خوب دوستان عزیز، لازمه درباره ویزای بشر دوستانه بیشتر آشنا شیم. خب یکی از شرایط این ویزا اینه که شما باید خارج از کشور خودتان زندگی کنید، یعنی خارج از افغانستان اگر مهاجر افغانستانی هستید. خب ویزای بشر دوستانه هم چند نوعه، شما میتونید از داخل استرالیا و خارج از استرالیا این ویزا رو درخواست بدید. خب کشورهایی که استرالیا بیشتر مورد توجه کرده برای ویزای بشر دوستانه پاکستان هست و ایران هست و ترکیه و هند و تایلند، اندونزی و مالزی. خب مدارک هم لازمه، شما لازم مدارک داشته باشین. اگر نداشتین مدارک لازم توضیح بدین دقیق که چرا مدارک ندارین. خب یکی از مشکلات این ویزا اینه که بسیار طولانیه، خیلی طولانیه و هیچ ضمانتی هم نیست که حتما شما این ویزا را میگیرید. خب البته این ویزا بدون هزینه است. البته شما اگر از طریق وکلای مهاجرت اقدام میکنید، خب وکلا هم حتما
هزینه را از شما مطالبه خواهد کرد. دوستان پرسیدن که آیا حتما لازمه کسی ما را از داخل استرالیا کمک کنه برای ویزای بشردوستانه؟ نه، حتما لازم نیست. و اگر کسی را داشته باشید داخل استرالیا شما را کمک کنه، این خیلی خوب بود، یک کمک بزرگی خواهد بود. خب توجه داشته باشین اگر کسی را دارید داخل استرالیا که خواستن به شما کمک کنن، خواهر، برادر، عمو، خاله، کاکا و یا حتی یک دوست هم میتونه کمک باشه. ولی اگر کسی رو هم داشتین اونا نخواستن کمک کنن، اونا فشار نیارین یا وقتی خدای نکرده قهر نکنین، خب ممکنه اونا در شرایطی باشه که نتوانن به شما کمک کنن. پس این چیزا رو در نظر داشته باشید. خب دوستان عزیز مقیم استرالیا، اگر خواستین دوستانتون را به دولت استرالیا پیشنهاد بدین برای ویزای بشردوستانه، شما حتما لازم نیست از طرف وکلای مهاجرت اقدام کنید، خودتون هم میتونید کار انجام بدین. در ویدیوی بعدی من نحوه پر کردن فرم رو به شما یاد خواهم داد. اما اگر انگلیسی به اندازه کافی بلد نیستین، بهترین گزینه همین وکلای مهاجرت هست. البته یک مقدار وقت گیر هست، شما باید نوبت بگیرین، بعد یک هزینه را هم پرداخت. دوستان عزیزی که میخوان از خارج از استرالیا اقدام کنن برای ویزای بشردوستانه، شما حتما لازم نیست که کسی داخل استرالیا شما رو کمک کنه. شما خودتون میتونید برای خودتون درخواست بدین. البته لازمه که انگلیسی به اندازه کافی بلد باشین. این فرم ها مقدار پیچیده هست، قانونات و مقررات و این چیزا یک مقدار پیچیده هست. خب اگر انگلیسی به اندازه کافی بلد نیستین، بهتر از کسی که انگلیسی بلد کمک بگیریم برای پر کردن این فرم ها که وقتی خدای نکرده اشتباهی نکنید. خب درباره چی صحبت نکردیم درباره ویزای بشردوستانه؟ خب سکیوریتی چک. دوستان عزیز، چک های امنیتی استرالیا بسیار جدی و بسیار سخت. خب اگر فکر میکنید که این سکیوریتی چک ها رو به هر دلیل نمیتونین پاس کنین، پس توصیه من اینه که به خودتون زحمت ندین، وقتتون هم هدر ندین. واقعا سکیوریتی چک همه ویزای استرالیا بسیار سختگیرانه است، خصوصا ویزای بشردوستانه. یک ویزای دیگر رو من یادم رفت به شما معرفی کنم. ویزای هست به نام خانم‌های در خطر. خانم‌های در خطر خونم شرایط خاص خودشون دارن که چرا در خطرن، چطوری و اینها. بعد یه ویزای به نام خانم‌های در خطر هم هست. خب زیاد وقتتون نگیرم، وقتی این ویدیو هم بیش از حد انتظار طولانی شد، در ویدیوی بعدی حتما با نحوه درست پر کردن فرم ویزای بشردوستانه آشنا خواهیم شد. من تکرار میکنم، نحوه درست پر کردن فرم ویزای بشردوستانه خیلی مهمه که چطوری و چگونه پر کنیم، به کجا بفرستیم، به کی بفرستیم و چطوری بفرستیم. خب اگر عضو این کانال نشدید، دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله رو هم فعال کنین تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشوید. در آخر از این موسیقی زیبا هم لذت ببرین تا حال دلتون خوب شود. حال دل شما خوب بود، حال ما و حال دل ما هم خوب خواهد بود. دوش وقتی سحر از غصه نجاتم دادن، وان در آن ظلمت شب آب حیاتم دادن. روز و روزگار خوش.